آقا من حس میکنم جدی ها حس میکنم واقعا دیگه دارم پیر میشم. یعنی پیر دارم، یعنی انگار هیچی از زندگی نفهمیدم. الان توی سنو حس میکنم نمیدونم شاید من یه عیب و ایراد داشته باشم. اصلا انگار یه علامت پیری خورد صورت. چیکار بکنم؟ ولی جدی زندگی همین بود، همین که ده به دهش گذشت، همین که سالها رفت بدون که بفهمیم کجا رفت، همین که هر روز یه جریانی و مصیبت، یه بامبول جدید بود، همین که پای وعده و توی صفا تبا شد، همین که تمرین ما داد چطور نوار سیاه رو بچسبونیم حاشیه قاب عکس‌ها، همین که قرار بود یه روز خوبش بیاد ولی هنوز که هنوزه نیومده، رفت که بیشترش گذشت که داره میرسه به دومش. قبول نیست این نفس کشیدن ها رو ننویسیم پای زندگی کردن. ما هنوز دنیا رو نگشتیم، زیر بارون نرقصیدیم، هنوز تو خیابون نزدیم زیر آباد، هنوز بی دغدغه به دل جاده نزدیم، هنوز هیچ قله‌ای رو فتح نکردیم، روبان هیچ خط پایانی رو ندریدیم. ما هنوز زندگی نکردیم. این که یه خواب آشفته بود. زندگی واقعی که شروع میشه، زندگی واقعی.